همون جوری که مشاهده میکنین اینجا با گرفتن آکوردهایی که داشتیم تو ملودی، خب ما میتونیم یه مقدار ملودی رو به صورت زیباتری اجرا کنیم. خب لازمه این که شما در مبحث آکوردها بتونین حین نوازندگیتون آکوردها رو استفاده کنین اینی که مطالعه کنین مبحث آکوردها رو، در کتابای تئوری موسیقی هست، و اینکه روی سازتون هم باید مسلط باشین به تمامی نوتایی که روی این ساز میتونین اجرا کنین، به خصوص سیمای پایین، وسط، بالا رو جدا جدا. حالا من براتون اینجا میگم قبل از اینکه وارد مبحث آکوردها بشیم که حتما باید حفظ کنین اینا رو، جاشو بلد باشین. بالفرض چند تا ر ممکنه روی دسته این ساز اجرا بشه در جاهای مختلفش، چند تا دو، اینا رو باید بلد باشین. حالا در ساده ترین حالت ممکنش ما میایم به این شکل که از سیمای پایینمون میگیم که از لا شروع میشن. اگر این لا باشه خب پرده سوم میشه سی، پرده چهارم میشه دو، پرده هفتم ر، پرده دهم می، 11 میشه فا، 14 میشه سل، 17 میشه لا، 20 میشه سی، 21 میشه دو و پرده آخر میشه ر. خب لا سی دو ر می فا سل لا سی. اینا در سیم پایین نوتایی بود که حالا به صورت بیکار اجرا شد، به صورت طبیعی، یعنی اینکه فعلا کاری با کرونو به مولو دیز و سوری نداریم. و میرسیم به سیم وسط. برای گرفتن آکورد شما لازمه بلد باشین سیم وسط رو و سیمای بالا هم به همین ترتیب. سیم وسط از ر شروع میشه، ر دست بازه، هیچ نوتی لازم نیست بگیریم، به صورت آزاد میزنیم به سیمای پایین. می پرده سومه، فا همون می که اینجا پرده 10 رو میگرفتیم، اینجا پرده شماره سومه. خب فا پرده چهارم، سل هفتم، اینا رو باید یادداشت کنید حتما روی کاغذی. لا دهم، سی 13، دو 14، ر 17، می پرده 20، فا 21، سل پرده آخر 23. خب سیم بالا رو مونده بگیم. از سل شروع میشه دست بازش، پرده سوم میشه لا، پرده ششم میشه سی، هفتم میشه دو، دهم ر، 13 می، 14 فا، 17 سل، 20 لا، 22 سی، پرده آخر دو. خب الان ما بالفرض بخوام یا آکورد دو ماژور بگیریم، خب اگر تئوری بلد باشین حساب میکنیم که اگر بر اساس فاصله 3 بخوایم این آکورد رو به دست بیاریم، یا آکورد دو ماژور، خب دو می سل به دست میاد، دو رو از سیم پایین میگیریم، می سیم وسط. اینجا باید دیگه بلد باشین. می همونجوری که توضیح دادیم پرده سومه و سل هم که برای سیمای بالا میمونه این دست بازه، نیاز نیست شما چیزی بگیرین. پس دو از پایین، می از وسط و سل از بالا. دو می سل، این صدای آکورد دو ماژور، دو می سل. حالا میتونیم معکوسش هم بگیریم. معکوس این آکورد می پرده دهم از سیم پایین، سل پرده هفتم از سیم وسط با انگشت 1 و دو پرده شماره هفتم از سیم بالا. می سل دو، پس دو می سل، می سل دو. اینا رو باید انقدر عوض کنید تا دستتون روان بشه. خب بعدی معکوس دومش سل از سیم پایین پرده 14، دو پرده 14 سیم وسط با همون انگشت دوم، هم پایین رو میگیرم وسط.
و پرده 13 نوت می از بالا با انگشت 5 یا با انگشت 1. پس شد دو می سول، می سول دو و سول دو می. همین دو می سول رو میتونیم در یک اکتاف پایین‌تر اجرا کنیم. 21 دو 20 می و سولمون هم میشه 17 از بالا. 4 3 انگشت 1. پس دو